هفپیمانیان اجتماعی یا هیزن شورش و اپوزیسیون سوریه بن پیکرنین رژیم اسد جه آگربستا کو دی جشن رمضان ده هاتو برا گهاندن شرمزار رو تاوان بار کرن. هر وها هفپیمانیان اجتماعی تو باران و ایریشن آسمانی وکو بلگه که لسر نپابندی رژیم و آلیین آلیکار پیره بگهشتن بچاره سریک سیاسی جکریزا سوریه را دیتن. رژیم اسد و ملیسن بسربه. هول دیدن که بهتر دورپیچه لسرتاخن روشلاتا حلب تنگ بکن و گروپن شرکر این اپوزیسیون همو هولن خودکن جبو برگریه و ایریشه بکن و هجمارا که جخالان جبن کنترول اسد وگرینن. هر وها شروپفچون دناورا رژیم و چکدارن بسربه لآلیه کی و گروپن شرکر لآلیه کی دن لمحورا ریا کاستیلو لدردور حلب بردوامن. دبن تو بارانک گور جالیه چکدارن رژیم و بردوامن او جی وکه هولکه جالیه رژیم جبو کنترل کرنا ریا کو همو تاخند بن کنترل اپوزیسیون به هف گریده لحلب و گندوارن و روشه هف پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه هاندا کوتکزیه بکه لسر نبونا آگربستا کو رژیم را گهاندیه لسر زمین جبرکو باراندنا برمیلن تقینا رو توپ و روکتن کو کمکوژی کرنا رانه وستیایا. هر وها همو تاوانن کو رژیم در حق سیویل سوریه پیکانی ببیر آنین و تکس کرل کو رژیم نراستی خو و آلیگرن خو دیار دکن ده چونا بربریه که سیاسی اکتیو ده ده چاره سرکرنا کریزه ده. روانگاه سوریه یا مافی مروان گوچی که ایریشن آسمانی ین رژیم 23 ولاتی لدورن گشت و گزاریه لپارزگاه ادلبه درو جاداوی آگربستا که جبو 3 روزان جالی رژیم و هاتو برا گاندن کرنا قربانی.